هر کسی که خداوند در دنیا یک دخترک داد، همون دخترک که در دایره شریعت اسلام تربیت کرد، سترپوش کرد، وعفت کرد، پاکدامن کرد، حافظ قرآن خوان کرد و نماز خوان کرد، همین دخترک روز قیامت برای همین پدر پرده از آتش دوزخ میگردد. میگه پشت خود سپر میکنه و دروازه دوزخ او به سوی پروردگار، به سوی عرش خدا برپاشون، به سوی آسمان دعا میکنه که پروردگارا تو در مقدرات دخترکان نوشته بودی در دنیا که تیز از پدر و مادرش جدا میکنی، یعنی که این به سن بلوغ رسید برو تیز جدا میکنه خانه شوهرش. امروز خواهر که چیکار کی جون حاجی اینا تیمور برادرمون بسیار میکنه ببینید گسل میکنی تیز خانه دیگر، حیات دیگر، زندگی دیگر، یعنی که از دیدار پدرش سیر نمیشه دختر، از دیدار مادرش سیر نمیشه. پروردگار تو من تیز از پدر و مادرم جدا کردی، من مهربانی پدر زیاد ندیدم، تیز جدا شدم. حالا در همه تعاملی خودمون بدیم دختر که هر ده درآمد و ندرآمد سخن دیگه شروع میشه. این هر ده پر کنه دیگه کش حال میدی اینو چیکار شروع میکنه، این کشو میکنه، این چیکار کنه؟ خبر رو جواب میده در دنیا. اما خداوند گفته که تیزتر از سن بلوغ وقتی چی تأخیر نکنید در ازدواج دخترها، شما تأخیر نکنید، دخترها رو تیز شوهر بدین به خاطر این فتنه ها. این سخن های زیاد میشه در حق دختر که چه به این شوهر نکنه، چه عیب داره؟ از 20 گذشت 23 24 رفت تمام دیگه قیمتش غلطی بود، در شما پس دیگه هیچ چیزی نمیگیره. چه عیب داشت که تو این هیچ کس نگیری. لیکن ببینید میگه این دخترک همون روز دعا میکنه که خدایا من تیز از پدر و مادرم جدا کردی که از مهربانی پدرم سیر نشدم، از دیدار پدرم سیر نشدم در دنیا، از آغوش نرم مادرم سیر نشدم پروردگارا، از نوازش های پدر و مادرم سیر نشدم. خدایا من در دنیا که جدا کردی اکنون در آخرت من جدا کن. خدایا شفاعت من قبول کن، بگذار پدر من همراه من در جنت باشد تا که من او کمبودی هایی که نارسایی هایی که در دنیا و در آخرت نبینیم. خدایا میگه پروردگار دعاش قبول میکنه، شفاعتش قبول میکنه و میگه بگی از دست پدر و از دست مادر جنت برات میکنه. این خصوصیت پروردگار با کی داره؟ این خصوصیت پروردگار یگانه فقط به دخترها داد. به دخترها داد که میگن چی در سن طفولتش یکی خصوصیت هاش بینی که پروردگار داده. یکی از خصوصیت هاش میگه این که چی در سن طفولتش سبب دخول جنت برای پدرش میگردن. البته اشاره شما درسته که محمد جانی این دوزای ما بسیار مثبت است ان شاء الله. در سن طفولتش سبب دخول جنت برای پدرش است. وقتی به سن ازدواج رسید کامل کننده ایمان شوهرش است. ایمان شوهرش کامل میگردانه. رسول الله صلی الله علیه و آله گفت ان نکاح ازدواج بودن نصف ایمان. شما به نصف دیگر گفت که شطر الایمان ای گفت فلیتق الله فی شطر الاخر. گفتن جوان وقتی که ازدواج کرد یک شاخه ایمانش پره میگره، نصف ایمانش پره میگره، شاخه دیگر شد و طاعت خدا پره میگردانه و نماز طاعت حیوانه او چی میگردانه؟ پره میگردانه. ایره بینی که دوم خصوصیت برای دخترها که چی در سن طفولت یکمش که سبب دخول جنت برای پدر، در سن ازدواج کامل کننده ایمان شوهر. وقتی میگه تولد کرد و مجرد تولد جنت زیر قدمش میگه الجنت تحت اقدام الجنت تحت اقدام امهات. دختر بسیار چی بوده میگفتید بزرگا فرمانده که رحمت الهی که این قطر خصوصیت ها رو پروردگار فقط بکی داد به دخترها، پسرها در نظر این نام گرفته شد فقط برای دخترها. واقعا وقتی ما نظر کنیم دختر رحمت الهی هست. هست دخترهای این روز که نام پدر میبردارن در دنیا و در آخرت سبب عزت و شرف پدر. یعنی وقتی دختر اگر حسن ازدواج تربیت خوب پیدا کرد با چی برو به خانه شوهرش میره، از طرف شوهرش از اهل شوهرش فقط رحمت نامه ها و بسیار بگه ها برای پدر این دختر یا پدر رحمت پدر. یعنی که تو سبب رحمت پدر، سبب رحمت چی؟ رحمت الهی برای
بسیار این آخه سبحان الله دخترکا این پروردگار اینا را مهربان کرد. دختر ببینیم وقتی تو در سینی طفولت چگونه حرکت میکنه، خودش در مغز دین پدر جا میکنه، در مغز دین مادر جا میکنه، در مغز دین بابا و بیبی خودش جا میکنه. اما در مهربانی هایی که او داره پسر اون رو کرده میکنه، همون شب پسر بخواه هم کرده میکنه. همون مهربانی ها. در لیست یک حادثه عجیب گذشتگی است برادران، یک حادثه بسیار بسیار عجیب گذشتگی. یک موسفیدی میگه 93 ساله از عالم گذشت. واقعی شدگی. موسفیدی 93 ساله از عالم گذشت. وقتی که گذشت میگه خیلی آوردن تابوت رو میگه مسجد، امام خیلی موعظه کرد، حق خودش میگه هیچ چیزی نگفت، میگه گفت با نیت باشید. نه میخواستن نیت کنن که میگه صدای از تخو از آخری صفور آمد. بسین. میگه ما در حیرت ما تشویش شده شد، میگه آمد راست پیش امام. چطور میکنی؟ گفت آخه نمیدونی جنازه میکنی؟ گفت چطوری جنازه میکنی؟ این موسفیدی که در این تابوت خوابه 93 ساله موسفید. این موسفید از من 5000 دلار قرض داره. 5000 دلار از من قرض داره. شما این راز جنازه میکنین، دفن میکنین، من قرض نکردم. تا قرض مرا نکی، تا همین کسی قرض مرا با وجود نگیره نکی، جنازه نمیشه میگه تابوت هم کرد تکی. تابوت کردیم. میگه امام اعلام کرد برای موسفید خیلی قرضدار بوده. 5000 دلار. یعنی اهل پولیس‌ها شما در همین جبهه کلام به وجود میگیره. یکم کس هست که سرا برادرها میگه هیچ کس به وجود نمیگیره. خیلی بگه تأخیر شد. همین موسفید میگه یک دخترک داشت. یک دخترک داشت، میگه دخترک میگه و یکی از برادرهاش میگه تلفن کرد. اون برادر چی ده باید که موضوع تأخیر می‌ریزه چی که هست. گفت که خواهر ما که شرمنده شدیم. چه شرمندگی؟ گفت پدر از یک نفر 5000 دلار قرض داره، اومده دعوا داره، حجت داره میگه، دلیل داره میگه، شاهد داره میگه، بیاد داره. میگه شاهد داره، حجت و دلیل داره. وقتی میگه قرض داشته دعوا کنیم، نمیدونیم چیکار کنیم. میگه بعد یکم دعوا نمیگیریم. یکم میگه چی گفته میگه 5000 دلار کی رو میده اینا؟ کی رو داده؟ هیچ کس نمیگه. این دعوا جنگاشون داشت، اون جنگی کشه. هیچ کس نگیره دادن نمیتونه. هر چند دیگه دختر کاری میکنه شما شرمنده نکنی پدر. دیگه نمیشه به وجود نمیگیره. میگه خیلی همون مرد میگن امام رو میگیرستن من بازی میرم. دختر اگر تاکسی نمیشه میره تو مسجد میاد میگذاره همون نه دیوان میره میگه اون مردی کی در دست میگه سرطان داره. مردی که دعوا داره که پدری من از اون قرض داره کجا ده؟ میگه نیم من نشون میده میگه امر جون. یعنی سرطان من که در دست میگه تمام میگه همون زر و زیور میگه همون تنگه و طلاها میگه تو دعوا کنی 5000 دلار این میگه چند مقدار از این پولی تو زیاده لیکن من نرخ نمیمونم نمیگم چی قبضان شو نمیگم با خاطری که قلبی تو آرام بگیره من نرخ شو نمیگم نرخ تو مون میفورته نمیره بگیر راست برا نزی زرگر برکش خود نرخ بمان فقط بره 1000 دلار میگه من قبول دارم فقط بگذار که جنازه پدری من خوانده شد پدری من دفن شد بعد جنازه این پاسپورت میگه رقم تلفن بیاد بعد جنازه چی مقداری که میگی باقیش من میتیم باقیش برادر میتیم فقط که جنازه پدری من خوانده شد برادران غیرت نکردن هیچ کس به عهده نگیرد من به عهده میگیرم ترزی خبرم میگه مردم سالسان وقت در دست سفید میگه اشک عشقیت داد گفت میگه فریاد کرد ایمان اکنون میگه حقیقت آشکار شد میگه حقیقت آشکار شد ایمان میگه چه حقیقتی؟ میگه بگذار که من حقیقت بگم من میخواستم میگه واریسی اساسی همین موسفید بدانم موسفید از من قرضدار نه بلکه من 5000 دلار از موسفید قرضدارم آوردم همراهم میخواهم واریسی حقانیش بدانم که لیکن هیچ کس رو نمیگید شما شاهد باشین که واریسش همین دختر بوده این 5000 دلار از شهری شما من به این دختر گرداندم میگه داخل سرطانش رو فرد بود دختر جواب میگه که این خرج پدر من از پدر 50000 دلار قرض ببینید دختران و برادران که چگونه در حالت سختی وزنی پدر از بحر تمام چه میگذره
دخترها رو پروردگار همیشه شرافت براشون داد، همیشه خصوصیت براشون داد. پروردگار رب العزت که او چی بینی که پدرش در دنیا هم شفاعت میکنه، پدرش در آخرت هم شفاعت میکنه. در کویت میگه دختره که چهارم خان بود، میگه صنف چهارم میخوان، مادرش حکایت میکنه، میگه دختره میگه صنف 4 میخوان، پدرش میگه در کرسی نشسته بود، یعنی این پدر از میان کار نمیکرد، شهر بود میگه میگه میانش کار نمیکرد، شهر بود در کرسی نشسته. دخترک میگه هر هفته میگه برای معلمش میگه گل میبرد. یک روز دید میگه پدرش میگه در کرسی نشسته بود، دید میگه من بعضی دعاهای قرآنی رو میگه نوشته میگه در ورق میگه دفتر رو نوشته کتابا دارم تا که همون رو بعد از نمازون بخونم. من گفت میگه مادر جان مکتوب مینویسی؟ میگه بله. گفت چی مکتوب کی نمی‌نویسی؟ میگه پروردگار و خداوند مکتوب می‌نویسه. گفت میگه مادر جان وقتی مکتوب و خداوند می‌نویسی خدا مکتوب همه بنده‌اشو میخونن. میگه مکتوب میخونن، هیچ بنده‌اش مکتوب شده نمیمونه، فقط که بنده مکتوب رو ارسال کنه، فقط که بنده مکتوب شو ارسال کنه خداوند متعال البته که مکتوب بنده‌ش میخونه. میگه دیگه هیچی نگفت، خانه درآمد. روز میگه خانه‌شو می‌خواستم تازه کنم نظافت کنم، میگه دیدم میگه که یکی نویسته سر ایتا نگاه کنم که بگم بجا برام مادر جان مکتوب تا نمونده که بخونم، چه مکتوبی برای نخوان. میگه اصلا چند مدت گذشت، روز اول میگه سحر میگه دسته گلی کلام داشت، میگه دسته گلی کلام داشت بود پدر هر روز دوگانه ها من رفیق ها من همسین ها من پدراشون میبرن. آرزو دارم که یک بار از دست من گرفته از در مدرسه داخل کنی، پدر جان که میبری. میگه پدرش گریه کرد، اشکال شده، گفت انشاءالله به دخترم دعا کن، انشاءالله خداوند دعای تو دوست خدای تو طفل کسی دوست خدای خداوند دعای تو رو قبول میکنه، من تو مدرسه میبرم انشاءالله. میگه اگه فراد میگه دختر گلا شو یک ساعت گذشت، میگه بعد از یک ساعت میگه معلمش تلفن کرد برای میگه تلفن رو بردار، میگه صوت معلم میگه بسیار حزینه غمگینه. میگه گفتم چی شد معلم؟ گفت که بیاین مدرسه که دختره که شما امروز گلهاش آورد میخواست تمام معلمه ها رو تقسیم کنه، از اون خبت بالایی همون گل تقسیم کرده آمده شد، تفلکات دویدن وقتی تنفس بود، همون دختر از اون بالا زینه افتید و جان و جان آفرید. میگه دیگر بسیار غمگین شدم، میگه بسیار برام مشکل شد، دوا رفتم، میگه گرفتم جسد به جانش آوردم، میگه دفن کردیم. میگه جنازه رو خواندیم. دیگر میگه بسیار برام مشکل و برام خانه درآمده نمیتونستم خانه دستر کنم. روز میگه خواستم خانه‌ش تازه کنم، از زن چند مدت گذشته بود، میگه درآمدم، میگه تارتناکاش گرفتم رو چین کردم، میگه تازه کردم، میگه دیدم میگه صندوقش میگم تو ماندگی صندوقش رو خواستم دیدم چی داشته باشه، دیدم میگه چندین مکتوبا، میگه مکتوبا رو یک شده نمیشه نیستی پروردگارا من از طرف دارم که گل‌های زمینی ما را خانه را زیاد کنی تا که من یک گل نو گلی بسیار من معلمه ها را تقسیم کنم. واقعا میگه خداوند بعد هم باید هر یک مکتوب میگه تعریفش مونده شمارش کنی امضا کرده. میگه بعد همون مکتوبش میگه گل‌های ما زیاد شده دیگه، گل‌ها زیاد شده دیگه دسته اولی احتیاط کنیم دیگه دسته رو زاید گل نگو. میگه بود در مکتوب دیگه روش خواندم که نوشته که همین محمد بسیار خالم بسیار بسواده و همه در مکتب رو مسخره میکردم، خدایا ذهنی هم رو تیز کنه، خدایا از بهترین طلبه های مکتب بگردم. شیستاش موندگی تاریخش میگه بعدی همون میگه واقعا که محمد خواهرزاده من میگه از بهترین های میگه مدرسه گشته بود. میگه چندین مکتوب رو خوانم، هر مکتوبی که نوشته میگه همش قبول شده، همش قبول. میگه در گونه هیچ گپ نیست، هیچ گپ نیست. میگه من خونه خرید داشتم چیزی میگه اون اکسپل کارو یک چیز میگه خودت میگه صدای پشت ناخوش برآمد، میگه یک طرف سخت برآمد. دبا اون رفت میگه کی من فراموش کردم، میگم تلویزیون پوشم، میگه اون شمال آمده از این خبره میگه صورت کعبه میگه پرتوی تلویزیون میگه همون غلطی دی شکسته. میگه رفتم بسیار غمگین میشم که پرتوی تلویزیون که من شکسته. میگه دیدم میگه در پشت چه برعکس وجو کردی برای فکر میگه بخونم، میگه تاریخ وفاتی خود چه میگه همون در اون تاریخ نزدیکی پروردگارا خاطر من در کرسی نشسته و هیچ کار کردن نمیتونه، مادرم بسیار احتیاج به خدر داره و خدر من بسیار احتیاج داره. پروردگارا از این حالی خدر رو میبینم که تو شاید پدر نبری، پروردگارا از تو طلب دارم امروز جان من رو بگیرو، همین جان من هست
در عمری پدرم خواستم پدری برای شفا بکرد. پدری من شفا بخش تا که پدری من بکرده بخواست بگرده و مادرم کمک کنه. میگه واقعا وقتی دختری من میگه در اون یکی از مدرسه افتید میگه که جان و جان آفرین وقتی صدا رو میگه ما شنیده من واه گفتنی من و میگه پدر واه گفته از اون کسی من میگه میگه تو در حال ببینید در حال ببینید آقای دختری قبول کرد. پروردگار رب العزت همیشه خصوصیت‌ها را الله ذوالجلال فقط به کلمات دخترها داد. دعا میکنیم که پروردگار رب العزت الله ذوالجلال و اکرام این دختری که برادر من حاجی تیمور پروردگار رب العزت این تویش براشون خیر و مبارک بگردانه. پروردگار رب العزت همراه داماد وقت سعادت دارین نصیب و رزقشون بگردانه. الفت، محبت، حرمت، احترام یکدیگر فهمی در بینشون جاری بگردانه. از دامن اینها فرزندان صالح و صالحات، سالم و سالمه، عالم و عالم المشرسی برای بگردانه. یه چیز دیگه برای خود مخصوص میگم من میخیدم. دکتر روز بعضی نفرها در مسئله دختر ای قبل خبرها ایجاد نکنم ای انا یانگز برو مدو فلان یک جوان عربی میگه ازدواج کرد یک کم ترکب مسئله چی میگه میگه ازدواج کرد و عرب‌ها اصلا کلین خونه پدر نمیبرن روز خونه خودشون مخصوص خونه میگیرن خونه خودشون بعد چگونه که روسا ویدیو ایمیج دارن میگه عرب‌ها هم دارن شهر عسل میگن میگه داماد عروس شب اول میگه مصلحت کردن گفتن اگر شهر عسلی ماه این ماه عسلی باید ماه عسل باشه هیچ کس ما را خلال نرسونه چون چیله میگن هیچ کس باید خلال نرسونه همین که میکنیم که نه اهلی تو نه اهلی من باید خانه نیاد ما همین خودمون باشیم داریم بعدی همین چیلومون برو مدن بخیر میبینیم هر کسی که نباشه میگه از باید 3 روز گذشت دلی خانه کفته شد دلی خانه کفته شد میگه تا همون گلازو بده پای دکید پدری دومو مثلا چی کار کنیم؟ عروس گفت که چی کار کنیم؟ عهد اعتبار کنیم بر عهد وفا کنیم موقع پدر نهید چی کنیم؟ مثلا عهد بسته بریم میگه داماد خواب بود دلال نکرد مداری که خوب داره که صدای نشد میگه گشت رفت نامه چیزی از باید چند روز گذشت میگه باز میگه سهر دیگه این در کشته شد این کنم بینه میگه پدری عروس مثلا چی کار کنیم؟ شرط عهد عروس گیریه رو باد اون ما پدر میگه کردم نمیشه برم خودم عهد بسیم قدری من رفت ندادیم و چی نشد تو فقط تو نیستی من نمیتونم من باید بدم من تسلیم باید من پدر رو بینم من یاد کردم نمیشه او از پدرم برای باید در کش آدم پدر دور آمده خیلی عهد من بگیدی تمام شد شهری عسلم از من یه سال بودش میگه از این نوع طفله که به دنیا آمد دختر بعد داماد میگه جواش خندی نگه اونجا بعضی جوانای تولیق میگن دختر زربان جوان وقتی جواش خندن ای اگر اون برو آمدن دختر چه فلان گفت نه الحمدلله دختر من گفت شبون دعا میکنم که دختر شود گفتم برای چی؟ گفتم هم بچه طلب میکنن فرزند اول تو دختر میگه نگو به خاطر که وقتی خانه رفتم درس میکشه بله محمد علی شد